عروسی آسیا و دروغ و رقص دروغ و آسیا در عروسیشان در اخیر سریال خواهران و برادران. با سلام و درود، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال ما. آرزو دارم که تا اخیر این ویدیو با ما بوده و نیز کانال ما رو سابسکرایب نمایید. بیوگرافی آسیا در سریال خواهران و برادرانم. در بیوگرافی آسیا در سریال خواهران و برادرانم شما همراهان عزیز می توانید با یکی از بازیگران سریال پرطرفدار خواهران و برادرانم آسیا آشنا شوید. بیوگرافی آسیا در سریال خواهران و برادرانم. سوبرجو یازگی. سریال خواهران و برادرانم یکی از مجموعه تلویزیونی ترکی درام است که اولین قسمت آن در 20 فوریه 2021 به کارگردانی و نویسندگی پخش شد. این سریال از مشکلات و عشق چهار خواهر و برادری میگوید که سعی میکنند بر همه مشکلاتی که زندگی برای آنها ایجاد میکند غلبه کنند و با وجود همه چیز قوی میمانند و از یکدیگر انرژی و نیرو میگیرند. بخش بین المللی این سریال این مجموعه با نام برای خانواده من به بازار جهانی عرضه شد. اسپانیا، شیلی، الجزایر، بحرین، چاد، جیبوتی، مصر، غزه، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، جنوب. این کتاب در بخش از 30 کشور از جمله سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی، کرانه باختری، یمن، روسیه، رومانی، اسرائیل و ازبکستان منتشر شده است. پخش آن در OSN، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های اینترنتی در خاورمیانه، در 15 اوت 2021 آغاز شد. بیوگرافی سوبرجو یازقی. بازیگر سینما او در 15 آوریل 2004 27 فروردین 1383 در استانبول به دنیا آمده است. او بازیگری را به عنوان یک بازیگر کودک از سال 2012 آغاز کرد. مدتی در نقش‌های کودک بازی کرد که تاکنون در فیلم‌های و سریال‌های زیادی بازی کرده است. در سال 2020 در سریال اتاق قرمز نقش یک دختر جوان را در شخصیت گلر در سریال تلویزیونی برادرانم. در سال 2021 نقش آسیا را بازی کرد. در حال حاضر در رشته تئاتر هنرستان اپرا بوده که از 7 سالگی بازیگری را آغاز کرد و با سریال خواهران و برادران به شهرت رسید. تناسب اندام این بازیگر جوان ترکی 165 سانتی متر قد و 48 کیلوگرم وزن دارد. عکس و بیوگرافی دروغ در سریال خواهران و برادرانم. آنور سعیدیاران است که نقش دروغ پسر عاقب را بازی می‌کند. با ما در ادامه همراه باشید تا این بازیگر را بیشتر و بهتر بشناسیم. خانواده: آنور سعیدیاران در 13 ژانویه 1996 به شمسی 23 دی 1374 در شهر استانبول به دنیا آمد. او فارغ التحصیل رشته آکادمی ورزشی دانشگاه هالیج از این بازیگر تلویزیونی کار مدلینگ نیز انجام می‌دهد و در جهان نیز شناخته شده میباشد. قد این بازیگر 1.87 متر و وزن آن 78 کیلوگرم است. او به زبان انگلیسی و آلمانی صحبت می‌کند و ارتباط تنگی با ورزش دارد. او جدای از آمادگی جسمانی شطرنج باز ملی پوش است و 8 سال است که فوتبال بازی می‌کند. عروسی آسیا و دروغ و رقص دروغ و آسیا در عروسیشان. در اخیرهای سریال خواهران و برادران بیننده باشید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوهای دیگر بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اگر میخواهید ویدیوهای بیشتری از ما ببینید کانال ما را لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید.